چرخه زندگی زنبور عسل با گذاشتن یه تخم 1 میلیمتری شروع میشه. این تخم بعد 3 روز تبدیل به لارو میشه و زنبورهای پرستار این لاروها رو تا 3 روز اول با ژل رویال تغذیه میکنن. ولی از روز 4 رژیم غذایی لاروها تغییر میکنه و با ترکیبی از عسل و گرده تغذیه میشن. از روز 5 تا 7 لاروها از لحاظ جثه تغییر زیادی میکنن و بزرگتر میشن و در روز 9 لاروها تبدیل به شفیره میشن و سر هر سلول با لایه‌ای از موم مخصوصی پوشانده میشه و تا روز 21 شفیره ها داخل سلول رشد میکنن تا تبدیل به یک زنبور کارگر کامل بشن. اما این پایان ماجرا نیست. زنبور متولد شده هنوز توانایی پرواز نداره که حدود 18 روز طول میکشه. بنابراین به عنوان یک زنبور پرستار وظایفی که توی کپشن نوشتم و توی کندو بر عهده داره. اگه از این پست خوشت اومد لایک کن و بفرست برای همه کسایی که علاقه به زنبور و زنبورداری دارن. اره توپ تانک فش امشو شب لغزشه میتن بره ترکشه بخد کم ارتشه ای جانم ای جان ای جانم ای جان دیوانه و خلومت را سر پلومه فرمانده کلبه بیتشه